سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز میخوام یه ترفندی بهتون آموزش بدم که درخواست کرده بودین و گفته بودین که حتما این آموزش رو بهتون بدم. ببینین، کلید وقتی پشت در میمونه، از این طرف هر چقدر ما کلید بندازیم دیگه باز نمیکنه. در این حالت ما یه راه بیشتر نداریم اگه بخوایم خودمون کار خودمون رو انجام بدیم. این نوک کلید رو باید یکم کوتاه‌تر بکنیم. ببینیم وقتی کلید رو میندازیم دقیقاً اینقدر میمونه تا باز کنه، یعنی داخل نمیره. خب اینو ما باید یه سوهان داشته باشیم که نوک اینو کوتاه بکنیم. برای اینکه نوک اینو کوتاه کنیم نیاز به یه سوهان تیز داریم که اینو قشنگ کوتاه کنه. برای کوتاه کردن هم نباید همینجوری کوتاه بکنیم که یه وقت بیشتر کوتاه بشه و دیگه کار نکنه. ببینین نوک کلید رو ما کوتاه کردیم، ببینین الان کامل داخل شد و چرخید. ببینید به این صورت، ببینید دیگه پشت در نمیمونی به این صورت. یا تو توپیایی که کلیدشون به اصطلاح کامپیوتری میگن به همین صورته. وقتی کلید پشت در میمونه این کلید دوباره تا ته نمیره داخل مغزی و باز نمیکنه. دوباره به همین صورت ما نوک کلید رو کوتاه میکنیم. فقط تو این نوع کلیدا که کامپیوتری هستن اینا رو باید نسبت به اون کلید ساده ها باید بیشتر سوهان بزنی، یعنی بیشتر کوتاه کنی، چون فاصله مغزی بین اینا بلندتر از کلید ساده هاست. وقتی هم سوهان زدین این نوکش باید تیز باشه که داخل مغزی بره. الان اونم توضیح میدم. ببینید این الان نوکش رو تیز کردم، این طرف داخل مغزی راحت میره، ولی این طرفشو که تیز نکردم داخل نمیره یا به زور میره. اینم که کوتاه کردیم و ببینین دوباره پیچ خورد. فقط ببینین الان پیچ میخوره ولی باز نمیشه چون یکم دیگه مونده تا اون ته برسه. ببینین به این صورت. اینم در نظر داشته باشین کلیدایی که پشت در میمونن و خیلی سنگینن دیرتر میچرخن، یعنی امکانش هست که